سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و خوش آمدین به آشپزخانه من و همچنین دوستان عزیزی که تازه به جمع ما پیوستن. من امروز تصمیم گرفتم که یکی از خوشمزه ترین کیک ها رو با شما به اشتراک بگذارم. این کیک شربتی هستش که یکی از خوشمزه ترین و پرطرفدار ترین کیک هستش که مزهش فوق العاده خوشمزه و طعمش کمتر از باقلوا نیست. بریم ببینیم که این کیک به چه موادی نیاز داره. 10 عدد تخم مرغ، 330 گرم روغن مایع، 200 گرم پودر قند یا شکر، 330 گرم آرد، یک قاشق مرباخوری پکین پودر، یک قاشق چایخوری وانیل و به مقدار نیاز زعفران. من یک قاشق چایخوری وانیل داشتم، اول از همه به تخم مرغم اضافه میکنم و یک قاشق مرباخوری پکین پودر داشتم که به آردم اضافه میکنم. هم میزنم کمی. خب اول تخم مرغ رو تو ظرف میریزم. اینجا من پودر قند یا شکر رو اضافه میکنم و میذارم که با هم دیگه خوب مخلوط بشه و به رنگ کرم و قشنگ غلیظ بشه با دور کند. خب به این غلظت که رسید دیگه روی دور کم میذاریمش و دو قاشق غذاخوری زعفران دارم اضافه میکنم به مواد و روغن مایع رو اضافه میکنیم و میذاریم روی دور کند. سعی کنیم بیشتر از 7 تا 8 روز هم زده نشه. من حالا میخوام یه چند دور با همزن دستی قشنگ هم بزنم. و حالا میخوام آردم رو طی 2 مرحله به مواد اضافه کنم. چون آرد سنگینه همیشه میره ته ظرف قرار میگیره. طوری هم بزنین که از زیر تمام آرد بیاد بالا. در حدی هم بزنین که تمام گلوله های آرد حل بشه و یک خمیر یک دست بهتون میده. نیاز به هم زدن زیاد این کیک نداره. و نیمه دوم سعی کنین اینطوری که من هم میزنم هم بزنین، قشنگ از زیر بکشین بالا که هیچ آردی نمونه. موادم تقریبا یک دست شده دیگه، نیاز به هم زدن زیاد نداره. میذارم کنار. این خمیر تقریبا خمیر شلی هستش. من برای این میزان مواد یک سینی 35 در 45 انتخاب کردم و کل سینی رو میبینین که کره چرب کردم که راحت از ظرف جدا بشه. و حالا مواد رو میزنم توی ظرف. هرچه ضخامت موادتون کمتر باشه کیکتون خوشمزه تر و لذیذ تر میشه. فرمو 20 دقیقه قبل روشن کردم با دمای 200 درجه و میخوام سینیمو در وسط فر قرار بدم. پختش 25 تا 30 دقیقه زمان میبره و بعد بهتون نشون میدم که چجوری تست پخت بگیریم. الان میبینین که چه قشنگ روی کیک طلایی شده و چجوری تست پخت بگیریم. با انگشت نگاه کنین، اصلا فرو رفتگی نداره.
حالا این کیکمون نیاز داره که خنک بشه، حداقل نیم ساعت میذاریم که تو دمای آشپزخونه خنک بشه. بعد شهدش رو اضافه میکنیم. کیک ما الان خنک شده، ببینین که چقدر رنگش قشنگ شده. و الان من اینو به تکه‌های دلخواه برش میزنم. من کیک ها قشنگ برش زدم به تکه‌های متوسط و حالا میخوام شربت بار رو بهشون اضافه بکنم. اگه خاطرتون باشه من طرز تهیه شربت بار رو تو ویدیوهای قبلی گذاشته بودم. کیک ما کاملا خنک شده و شربت ما کاملا داغه و اگر میخواین کیکتون ماندگاری بالایی داشته باشه سعی کنین که کیکتون قشنگ مرطوب بشه. خب اینم از کیک شربتی ما که 24 ساعت با شهد استراحت کرده و من با پودر نارگیل و پودر پسته تزیین کردم. میبینین که فوق‌العاده بافت نرمی پیدا کرده. میتونم به جرئت بگم که یه گزینه بسیار مناسب برای جشن‌ها و دور همیاتون میشه، چون درست کردنش واقعا راحته. امیدوارم این رسیپی براتون مفید بوده باشه. از اینکه تا آخر این ویدیو با من همراه بودین ازتون ممنونم. لایک، کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.